به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب تخته شطرنج بزرگ، برتری ایالات متحده و الزامات ژئواستراتژیکش. نویسنده زبینگیو برژنسکی هستش و مترجم علیاصغر قره‌داغی و انتشارات هفتان هم این کتاب رو در سال 1397 چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب زیبا رو با همدیگه بخونیم. در حالی که کتاب‌های زیادی درباره ژئوپلیتیک نوشته شده است، تعداد کمی از آنها به اندازه صفحه بزرگ شطرنج اثر زبینگیو برژنسکی روشنگر یا بحث برانگیز هستند. در این کتاب برژنسکی چشمانداز خود را برای هژمونی جهانی امریکا بیان می‌کند. او استدلال می‌کند که امریکا باید موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت برجسته جهان به هر قیمتی حفظ کند، حتی اگر این به معنای مداخله نظامی در کشورهای دیگر یا قربانی کردن جان سربازان امریکایی باشد. برژنسکی جهان را به 4 دسته تقسیم می‌کند: هسته، پیرامون، نیمه پیرامونی و حاشیه. او استدلال می‌کند که کشورهای اصلی امریکا، اروپا، روسیه و ژاپن تنها کشورهایی هستند که دارای قدرت اقتصادی و نظامی برای تاثیرگذاری بر رویدادها در مقیاس جهانی هستند. کشورهای پیرامونی، بقیه آسیا، افریقا و امریکای لاتین آنقدر فقیر و ضعیف هستند که اهمیتی نداشته باشند، در حالی که کشورهای نیمه پیرامونی مثل چین، هند، برزیل و غیره یا هنوز آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند بازیگر اصلی باشند یا علاقه‌ای به امور جهانی ندارند. صفحه بزرگ شطرنج عنوان به اعتقاد برژنسکی اشاره دارد که امریکا باید اوراسیا را کنترل کند تا مسلط بماند. اوراسیا خانه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت و منابع جهان است. بنابراین هر کسی که اوراسیا را کنترل کند ناگزیر به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. به همین دلیل برژنسکی استدلال می‌کند که امریکا باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا از کنترل بیش از حد یک کشور بر اوراسیا جلوگیری کند. این کتاب در ابتدا در سال 1997 منتشر شد و از آن زمان تا کنون چندین بار تجدید نظر شده است. این یکی از مهمترین آثار ژئوپلیتیک تا به امروز باقی مانده است. در اینجا 3 نکته کلیدی از صفحه بزرگ شطرنج آورده شده است. 1. ایالات متحده باید موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت برجسته جهان به هر قیمتی حفظ کند. این شامل مداخله نظامی در کشورهای دیگر و قربانی کردن جان سربازان امریکایی در صورت لزوم می شود. 2. امریکا باید از کنترل بیش از حد یک کشور بر اوراسیا جلوگیری کند. اوراسیا خانه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت و منابع جهان است. بنابراین هر کسی که اوراسیا را کنترل کند ناگزیر به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. 3. ایالات متحده باید بر حفظ روابط خوب با اروپا و روسیه و در عین حال مهار ظهور چین تمرکز کند. این 3 منطقه برای موفقیت امریکا در صفحه شطرنج بزرگ ژئوپلیتیک حیاتی هستند. در صفحه بزرگ شطرنج زبینگیو برژنسکی چشمانداز خود را برای هژمونی جهانی امریکا بیان می‌کند. او استدلال می‌کند که امریکا باید موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت برجسته جهان به هر قیمتی حفظ کند. در این کتاب دیدگاه‌های برژنسکی از دستاندرکاران و نظریه پردازان سیاست‌های ایالات متحده در دهه‌های اخیر درباره این موضوعات، نوع جدید صلح امریکا، راه‌های نفوذ و صلح امریکا در اوراسیا، شکل دادن سیاست اروپا بر اساس رابطه فرانسه و آلمان، وضعیت بالکان اوراسیا، سیاست مؤثر امریکا از طریق رابطه با ژاپن و چین
بررسی جغرافیای سیاسی اوراسیا و نیز نظام امنیتی سراسر اوراسیا تعیین شده است. زبنگیو برژنسکی در سال 1953 با مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شد و استاد سیاست خارجی امریکا در دانشگاه جان هاپکینز شد. او بعداً در سالهای 1977 تا 1981 در دولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مشاور امنیت ملی جیمی کارتر بود. در مقدمه این کتاب، زبنگیو برژنسکی مفهوم کلی خود را تشریح می‌کند. او ادعا می‌کند که سلطه جهانی فعلی ایالات متحده در این قاره بستگی دارد به اینکه چقدر مؤثر، پویا و می‌تواند قدرت پیچیده را مدیریت کند. یک تعادل پایدار قاره‌ای با ایالت اوراسیا. ایالات متحده به عنوان یک داور سیاسی باید دستیابی تدریجی به اهداف فراگیر را ممکن سازد. چشمانداز نهایی او یک جامعه جهانی. هدف نهایی سیاست امریکا باید خوش‌خویم و آینده‌نگر باشد. شکل‌دهی به یک جامعه جهانی واقعاً مشارکتی مطابق با روندهای بلندمدت و منافع اساسی بشریت. اما در عین حال ضروری است که هیچ رقیب اوراسیایی ظهور نکند که قادر به تسلط بر اوراسیا و در نتیجه به چالش کشیدن امریکا باشد. بنابراین تدوین یک ژئواستراتژی جامع و یکپارچه اوراسیا هدف این کتاب است. وزیر امور خارجه آلمان تحلیل برژنسکی را بر نسخه آلمانی کتاب خود می‌افزاید. پاسخ امریکایی که تأمل برانگیز است و تایید و در عین حال تناقض را برمی‌انگیزد. به گفته گشنر، اعتقاد آشکار برژنسکی مبنی بر اینکه حضور جهانی ایالات متحده نه تنها به نفع امریکا بلکه به نفع جهان نیز هست صحیح است و تجربه اروپایی قرن 20 آن را تایید می‌کند. ایالات متحده امریکا هنوز ملتی ضروری است. اروپایی‌ها همیشه باید از خود بپرسند که آیا واقعاً امریکای زیادی یا اروپای کمی وجود دارد. گشنر استراتژی برژنسکی را تلاشی برای ایجاد ساختارهای جدید سیاست جهانی از طریق گفتگو و نزدیکی با چین و روسیه می‌داند که بدون مشارکت ایالات متحده در همکاری با یک اروپای تقویت شده امکان پذیر نیست. با این حال گشنر همچنین خاطر نشان می‌کند که تلاش برای برتری همیشه نیروهای مخالف را برمی‌انگیزد. ژائو فابیو در نقد خود بر کتاب برتون‌ها استدلال کرد که برژنسکی ظهور ایالات متحده را به عنوان قدرت برتر جهانی در قرن 20 نشان داد که یک مدل امپراتوری متمایز از امپراتوری‌های سنتی را شکل داده است که با گسترش سریع و سازماندهی کارآمد مشخص می‌شود. او معتقد است که با توجه به برتری تکنولوژیکی و نظامی ایالات متحده، جذابیت فرهنگی بی‌نظیر آن و نقش محوری آن در اقتصاد جهانی، این برتری امریکا در کوتاه مدت با هیچ چالش بزرگی روبرو نیست. با این حال به گفته برژنسکی، حفظ این موقعیت تنها به این عوامل متکی نیست. این امر مستلزم یک رویکرد ژئواستراتژیک مؤثر است که بتواند از ظهور قدرت‌های رقیبی که می‌توانند منافع امریکا را تهدید کنند جلوگیری کند. در این چارچوب اوراسیا به عنوان عرصه جغرافیایی تعیین کننده‌ای که در دهه‌های آینده تعادل قدرت جهانی در آن شکل خواهد گرفت، جایگاه محوری دارد. هسته اصلی این دیدگاه جلوگیری از ظهور یک قدرت مسلط در فضای اوراسیا از طریق سیاست‌های مهار، اتحادها و ابزارهای دیپلماتیک و در صورت لزوم استفاده از زور برای تضمین تداوم برتری ایالات متحده است. دست کم گرفتن پویایی اقتصادی. وزیر امور خارجه آلمان در نقد خود در 31 اکتبر آلمان، صدر اعظم سابق هلموت اشمیت نوشت که همین عنوان به تنهایی روزنامه زیت در اعتماد به نفس بسیار تحریک‌آمیز امریکایی را به وضوح آشکار می‌کند. افق جهانی برژنسکی مورد ستایش قرار گرفته و ادیان بسیار مهم امریکای لاتین، افریقای سیاه است، اما او را در وضع
کنفوسیوسیسم و همچنین هندویسم و اسلام جهانیشان دست کم گرفته است. نقش آینده چین بسیار دست کم گرفته شده. با وجود بسیاری از تحلیل‌های جزئی و صحیح کتاب برژنسکی، پویایی اقتصادی کشورهای مهم و همچنین رشد جمعیت آینده و درگیری‌هایی را که در نتیجه اجتناب ناپذیر خواهند شد نادیده می‌گیرد. به همین ترتیب اثرات آینده جهانی شدن الکترونیکی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. اشمیت در مورد پذیرش هدف برژنسکی با این باور که آنچه برای ایالات متحده خوب است به خودی خود برای صلح و رفاه جهان نیز خوب است هشدار می‌دهد. برای شهروندان قاره اروپا ادعای تسلط برژنسکی انگیزه‌ای اضافی برای گسترش بیشتر اتحادیه اروپا در جهت یک اروپای خودمختار باشد. همکاری جهانی. فرانکفورتر در نقد خود برای روزنامه فولکلورهه در 26 نوامبر 1997 این کتاب را به عنوان اثری سایتونگ، جسورانه و احتمالاً تحریک‌آمیز در عین حال عالی و ارزشمند در تفکری جدید در مقوله‌های گفتگو و تبادل، همکاری منطقه‌ای و جهانی، شبکه‌سازی تجارت و سیاست توصیف کرد. به نظر او این اثر باید در علم، رسانه و در نهایت دولت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد. روحه قصد نویسنده را برای شهادت دادن تحلیل می‌کند. برای او حفظ سلطه در اوراسیا به خودی خود یک هدف نیست، بلکه پیش‌نیاز ضروری برای ثبات جهانی است. به نظر برژنسکی، امریکا باید خود را به هدف ایجاد یک چارچوب دائمی برای همکاری ژئوپلیتیکی جهان متحد کند. برژنسکی می‌خواهد موقعیت قدرت ایالات متحده را حفظ کند تا در دراز مدت در همکاری‌های نهادینه شده و جهانی ادغام شود. در نقد خود، بنیاد فریدریش اورت، الیور ترنر از ارزش خواندن این کتاب میگوید: این کتاب آموزنده است، اغلب از نظر تاریخی مستند و هرگز خسته کننده نیست و همیشه از دستورالعمل‌های منافع ملی امریکا پیروی می‌کند که برای خواننده آلمانی تا حدودی غیرمعمول است. به نظر او استراتژی تدوین شده توسط برژنسکی منسجم و واقعاً آینده نگر است، اما از بسیاری جهات ساده انگارانه نیز هست که ارزش علمی آن را کاهش می‌دهد. داروینیسم اجتماعی منافع ملی ایالات متحده را با منافع جهان یکی می‌داند. اگرچه تمرکز بر جهان است، اما دیدگاه ملی ایالات متحده همچنان نقطه شروع تعیین کننده برای بررسی است. دنبال کردن سیاست جهانی در سنت بیسمارک برای فاینر نابهنگام به نظر می‌رسد و واژگان خراج‌گزاران، رعایا و هژمون نیز نامناسب است. او بعد اخلاقی تصویرسازی او را مبتنی بر اعتماد به قدرت تاریخی ایالات متحده می‌داند، قدرتی که سرنوشت ساز بودنش مورد تردید نیست، بلکه به عنوان تقدیر الهی درک می‌شود. بعد اخلاقی و تعهد مرتبط با رهبری جهان در برژنسکی تا جایی آشکار می‌شود که او سعی می‌کند این موضوع را نه به عنوان نتیجه سیاست از پیش تعیین شده ایالات متحده، بلکه به عنوان یک تصادف تاریخی ارائه دهد. با این تفسیر که تعهد سیاست جهانی ایالات متحده نتیجه منافع ملی آن نبوده، بلکه توسط یک مرجع بالاتر یعنی تاریخ که به عنوان تقدیر الهی درک می‌شود به آن محول شده است. برژنسکی به جایگاه عموماً در سنت ایالات متحده نوعی تعالی اخلاقی می‌بخشد که هایزنبرگ در نقد استثناگرایی امریکایی یافت می‌شود. خود خاطر نشان کرد که کار فاینر کمی بیش از حد تئوریک است. با این حال خلق، توسعه و ارزیابی او از مفهوم سیاسی جهانی برژنسکی به عنوان یک موفقیت عالی تلقی شد. این اثر یک دستاورد پیشگام برای جهان آلمانی زبان است. افول ایالات متحده. عنوان پس از امپراتوری امانوئل تا در اثر خود، برژنسکی استراتژی ژئوپلیتیکی برژنسکی را تحلیل کرد. علیرغم عدم علاقه آشکار او به مسائل اقتصادی، زیرک‌ترین نظریه پرداز استراتژی می‌داند. با این حال حکومت امپراتوری امریکا دیگر بروز نیست، زیرا به دلیل وسعت، پیچیدگی و تغییر سریع جهان، برتری دائمی یک کشور واحد دیگر پذیرفته نیست. وابستگی ایالات متحده به سایر کشورها اکنون به شدت افزایش یافته است.
امریکا در تلاش است تا از طریق عملگرایی نظامی نمایشی افول خود را پنهان کند. در واقع این موضوع در مورد تامین منابع است. مبارزه با تروریسم علیه عراق و علیه محور شرارت تنها یک بهانه و نشانه ضعف است. اروپا و روسیه، ژاپن و چین در حال تبدیل شدن به بازیگران استراتژیک تعیین کننده‌ای هستند که برتری ایالات متحده را نسبی می‌کنند. او یکی دیگر از کاستی‌های تحلیل برژنسکی را در نادیده گرفتن کامل اسرائیل می‌بیند. در مورد اوکراین، ساموئل پی هانینگتون تا تمایل دارد یا باشد که گرایش فرهنگی آن به روسیه را قوی‌تر می‌داند یا اصلاً نباشد. در مورد پویایی خاص خود یعنی اوکراین قادر به فرار از نفوذ روسیه بدون قرار گرفتن تحت سلطه قدرت دیگری نیست. حوزه نفوذ امریکا بسیار دور و از نظر مادی بسیار کم است تا بتواند وزن روسیه را متعادل کند. اروپا با آلمان در هسته آن یک قدرت اقتصادی واقعی است، اما از نظر نظامی و سیاسی غالب نیست. اگر اروپا آرزوی داشتن موقعیتی تاثیرگذار در اوکراین را دارد، به نفعش نیست که آن را به یک اقمار تبدیل کند، زیرا اروپا اگر می‌خواهد خود را از قیومیت امریکا رها کند، به روسیه به عنوان نقطه مقابل ایالات متحده نیاز دارد. نقش اروپا در سال 2008 هافکه ریز روزنامه‌نگار استدلال کرد که کتاب صفحه فرضیه‌های برژنسکی در تحلیل ژئوپلیتیکی در علیرغم منطق ذاتی و اقناع‌پذیری بالایشان شطرنج بزرگ اشتباه هستند. اوراسیا صفحه شطرنج نیست. بسیار مهمتر از این سوال که آیا قرن 21 امریکایی، اروپایی یا چینی خواهد بود، این سوال است که ما می‌خواهیم زندگی نوع بشر را در قرن 21 بر چه فرضیه‌هایی بنا کنیم. ایالات منطقه سرد و گوانتانامو و ایالات متحده قبلا پیشنهادات خود را ارائه کردند. اکنون توپ در زمین اروپاست. اروپا، بغداد، قدرت و فرصت دفن برنامه‌های ایالات متحده برای فتح جهان دارد و اروپا باید همین کار را به نفع تمدن انجام دهد. در مؤسسه سیاست کریس لونن، رئیس برنامه ژئوپلیتیکی، در مقاله‌ای مهمان در روزنامه جهانی در لندن سال 2014 از اروپایی‌ها خواست که از استراتژی ایالات صفحه شطرنج بزرگ برژنسکی، گرایش متحده که به سمت لونن نمی‌توانند ببینند که چگونه سیاست دارد، فاصله بگیرند. ایالات متحده در قبال اوکراین و روسیه یا استراتژی بزرگ امریکا می‌تواند به نفع اروپا یا صلح جهانی باشد. از نظر او این با واقعیت‌های جهانی که به سرعت در حال تغییر است نیز مطابقت ندارد. اغلب استدلال می‌شود که اروپا و به ویژه آلمان باید بین جهتگیری طرفدار آتلانتیک و طرفدار روسیه یا اوراسیا یکی را انتخاب کند. اما اصلا اینطور نیست. اروپا نباید سیاست خارجی خود را بر اساس تصاویر احساسی از دوستان و دشمنان شکل دهد، بلکه باید بر اساس یک سیاست هوشیارانه منافع باشد. روسیه و گسترش ناتو به سمت شرق. در مجله فارن افرز، دیوید سی هندرکسون در مقابل مقاله خود در اول نوامبر 1997 هسته اصلی کتاب را استراتژی جاه طلبانه ناتو برای حرکت به سمت شرق، به سمت مرز اوکراین و روسیه و حمایت شدید از جمهوری‌های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز دانست که بخش جدایی ناپذیر از چیزی است که هندریکسون آن را میتوان استراتژی عشق سخت برای روس‌ها نامید. هندریکسون این پروژه بزرگ را به دو دلیل مشکل ساز می‌داند. گسترش بیش از حد نهادهای غربی می‌تواند نیروهای گریز از مرکز را به آن وارد کند. علاوه بر این، آزمون برژنسکی در مورد اینکه منافع مشروع روسیه چیست به نظر می‌رسد آنقدر سختگیرانه است که حتی یک روسیه دموکراتیک احتمالاً در آن شکست خواهد خورد. خب دیگه بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.